درود بر شما همسفرهای عزیز. امروز میخوایم بریم سراغ کسی که هممون اسمش رو شنیدیم، خیلی هامون شعراش رو خوندیم و دلمون با حرفاش لرزیده. حضرت مولانا. میخوایم ببینیم این مرد بزرگ جواب اون سوال همیشگی ما رو چی میده. ما واسه چی اومدیم به این دنیا؟ خیلی ها فکر میکنن دنیا یه تبعیدگاهه، یه زندانه که ما رو توش حبس کردن تا تنبیه بشیم. اما مولانا، نگاه مولانا زمین تا آسمون فرق داره. واسه مولانا دنیا زندان نیست عزیزم. دنیا یه کارگاه باشکوهه، یه بازی عاشقانه است. بیایید بشینید تا براتون بگم مولانا داستان اومدن ما رو چطور تعریف میکنه. قول میدم اگه این رو بشنوید دیگه هیچ وقت به زندگی مثل قبل نگاه نمی کنید. نکته اول، گنجی که میخواست دیده بشه. مولانا اول بسم الله دست میذاره روی راز بزرگ. میگه خدا یه گنج پنهان بود. تصور کنید یه گنج بی نهایت زیبا و بزرگ رو که هیچکی نیست تماشاش کنه. خدا پر بود از زیبایی، پر بود از هنر. اما هر هنرمندی دوست داره هنرش دیده بشه. یه نقاش چرا تابلو میکشه؟ واسه این که بوم نقاشی بهش نیاز داره؟ نه. واسه این که میخواد هنر خودش رو بریزه بیرون و تماشا کنه. خدا هم همین کار رو کرد. این جهان رو آفرید. من و شما رو آفرید تا بشیم آینه خدا. ما اومدیم اینجا تا صفتهای خدا رو نشون بدیم. خدا بخشنده است. پس فقیر رو آفرید تا بخشندگیش توی دستهای من و تو معلوم بشه. خدا آمرزنده است. پس انسان جایز الخطا رو آفرید تا صفت بخشش او معنا پیدا کنه. پس رفیق، تو یه آینه ای. اومدی که نور خدا رو بازتاب بدی. حیفه که این آینه خاک بگیره. نکته دوم، ما اینجاییم چون نور بدون تاریکی معلوم نیست. حالا شاید بپرسی، خب اگه خدا میخواست ما رو ببینه، چرا ما رو تو ناز و نعمت نذاشت؟ چرا این همه درد؟ مولانا یه قانون طلایی داره به اسم قانون تضاد. میگه چیزها با ضدشون شناخته میشن. ببین، تو عالم الهی همه چی نور مطلقه، اما نور وقتی همیشگی باشه دیده نمیشه. مثل ماهی که توی آبه ولی آب رو نمیبینه چون همش تو آبه. ما اومدیم تو این دنیای تاریک و مادی، تو این عالم تضاد تا قدر اون نور رو بفهمیم. ما اینجا درد میکشیم تا بفهمیم عافیت چه مزه‌ای داره. ما دوری و دلتنگی میکشیم تا وقتی به خدا رسیدیم بفهمیم وصال یعنی چی. اگه بیماری نبود، سلامتی هیچ لذتی نداشت. پس این دنیا یک کلاس درس واسه این که بفهمیم نور چیه. نکته سوم، اومدین که پخته بشیم. نگاه سوم مولانا شاهکاره. میگه فکر نکن اومدی اینجا که همین جوری بمونی. ما تو یه سفر طولانی هستیم. یه سفر رو به بالا. مولانا میگه یه روزی ما جماد بودیم، سنگ و خاک. مردیم و شدیم گیاه. بعد مردیم و شدیم حیوان. بازم مردیم و شدیم انسان. خب چرا بترسیم؟ مرگ بعدی ما رو میبره پیش فرشته ها و بعدش هم میرسیم به خود خدا. هدف چیه؟ هدف اینه که خام بیایم و پخته بریم. دنیا مثل یه کوره یا یه دیگ جوشانه. باید بجوشیم تا اون خامی ها، اون منیت ها، اون غرور و خشم از وجودمون بخار بشه و بره. مگه خود مولانا نگفت حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست. خام بودم، پخته شدم، سوختم. ما اومدیم اینجا که تو آتیش عشق بسوزیم و خالص بشیم. نکته چهارم، حکایت نی و نیستان. این یکی رو که همتون حفظید، قصه نی. ما مثل یه نی هستیم که از نیستان، همون عالم معنا، خونه اصلیمون، بریده شدیم. تموم این ناله ها، این بیقراری ها، این که هرچی پول در میاری و مقام میگیری باز ته دلت راضی نیستی، میدونی واسه چیه؟ واسه اینه که
تو مال اینجا نیستی، تو دلتنگی. ما اومدیم اینجا، دور شدیم تا دوباره راه خونه رو پیدا کنیم، اما این بار با پای خودمون و با اختیار خودمون. اگه تو نیستان میموندیم که مثل فرشته ها بودیم، هنری نکرده بودیم. اومدیم اینجا که عاشق بشیم و برگردیم. نکته پنجم، ما تاجریم، نه ولگرد. و آخرش مولانا میگه دنیا مثل یه بازاره. خدا به ما یه سرمایه داده. عمر، هوش، روح، بدن. ما اومدیم تو این بازار تجارت کنیم. آهای، حواست باشه. نکنه این سرمایه گرون رو به چیزهای ارزون بفروشی ها. نکنه عمرت رو بدی و جاش فقط یه مشت سنگ و آجر، پول و خونه بگیری. ما مثل یخفروشی هستیم که سرمایش داره ذره ذره آب میشه. تنها مشتری دست به نقد ما خداست. ما اومدیم تا یخ وجودمون، همون منیت سرد و سفت رو آب کنیم و جاری بشیم سمت اقیانوس. پس عزیزان دل، خلاصه ی حرف مولانا اینه: ما تبعیدی نیستیم، ما تنبیه نشدیم، ما مأموران عشقیم، فرستاده شدیم تا تو آینه وجودمون خدا رو تماشا کنیم. فرستاده شدیم تا با رنج و شادی دنیا صیقل بخوریم و دست آخر با دست پر، با روحی که عاشق شده و بزرگ شده، برگردیم به اصل خودمون. بذارید با همون بیت معروف تمومش کنم که ته همه امید هاست. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. سفرتون به خیر مسافران عاشق. یا حق.